بلندکردن و پرتوکا درجه یکی دا اوکو هم خدمت روشنبیریا کردی بکین حالی کار بین که دولمندون پرتوکانا کردی حالی دیگه هم حالی کاری و نویسکارا بکین که مخابن دولات دنیای خلق به سایا سر قلم خودجی قلم و نویسین جدر جان آوانایه و حتی نوین واجی مفاجی وردگرن لیل کردستان نویسکار ما هجارترین تخوچین گلک جرا پرتوکن وانتن نویسین هوا رفن دولاب مالوانا دا دمین و امکان چاپ نابن مخواست مالیکاری وان خورتا بکین وان گنجا بکین پرتوکن وان روناهیه ببینن جدایی ببین زیده باری بی بابتی مل باجر زاخو بزاوا روشنبیری یا گروپ ویژه که تورو ادبیات کردی مدانیه مالیکاریا نویسکارن خودکین پرتوکن وان جدکرین ددین خورتو کچو لاوین وی باجری دخینن تن دگل نویسکاری بخانی باش دکن گروپا که بزاوه که گله که باشه زیده تری 150 خورد هر 15 روزه جاره که پرتوکا نویسکاره که دکرن دخینن رخنه دکن هل دسنگینن اف گروپا روز بروز برفرهتر دبن و اوه جهد الخوشیه که باجر رضا خدا کلتور خویندنه چاندا خویندنه فرح دبن ناوا ملت دا و ملت ما جاره که دیگه اگر سر خویندنه شنوه که اف سوشیال میدیا و تلفزیون و رادهاندن مساحه که زیده جیانا کلمه داگیر کریم مخابنی همون مروفات هیدی هم دبینین پرتوک باش دچتو گرنگی چوی سر مثلا سوشیال میدیا هم بخوازین جاره کادی اقبال و پیشوازی خویندنا کتبه و نقاشا کتبه برفرهتر بودن اوه بلا پرتوکخانه کردی وقت دیاریه که بچوک جمع پارتی دموکراتیک کردستان لقا هشتور بگرد نویسکارت ما دیم خورد وقت دیاریه وقت هدیه که پارتی دموکراتیک کردستان ور بگرد که معالی کاری وان کریه وان دیوید کنه و خدمت روشنبیریا کردی و بلند کردن آست روشنبیریا باجر مجد